حذفش کن دیگه. چقدر میخوای تو زندگی نگرش داری؟ میدونی دارم در مورد چی صحبت میکنم؟ دارم در مورد افراد منفی زندگیت صحبت میکنم. از این قلبت بیرونش کن، از زندگی بندازش بیرون. خسته نشدی اینقدر اذیتت کرد؟ بندازش بیرون. زندگی خودت رو داشته باش. ما موظف نیستیم افراد منفی زندگیمون رو تحمل کنیم. به نظرم روش یه بار بنویس. نذارید زندگی خستتون کنه. شما محکمتر از اونید که فکر کنید. شما باید زندگی رو شکست بدید، نه زندگی شما رو. بستگی به خودت داره چقدر باور میکنی این حرفا رو، چقدر میگی ولش کن. اما من دلم برای تو میسوزه. افراد منفی از زندگیت حذفش کن. حتی اگر منم منفیم حذفش کن. یا علی مدد.